کوه کایلاش یکی از مرموزترین نقاط جهان. به اعتقاد پیروان هندو و بودا، خدای آسمان و زمین شیوا در این کوه زندگی میکنه. نکته عجیب اینجاست که تا به امروز هیچ کوهنوردی موفق به فتح این کوه نشده. شاید باورش سخت باشه، اما گفته شده کوهنوردان کایلاش به نوعی در زمان سفر کردند. داستان سفر در زمان برای نخستین بار از اونجا شروع شد که گروهی از کوهنوردان سیبری وارد خط ممنوعه شدند و بعد از بازگشت گویا به اندازه چندین دهه پیر شدند. طولی نکشید که تمام اعضای این تیم یک به یک بر اثر کهولت سن جون خودشون از دست دادند. علاوه بر این، بازدید کنندگان و زائران ادعا کردند هنگام بازدید از کوه رشد غیرعادی در موها و ناخن‌هاشون احساس کردند. کوه کایلاش با ارتفاع 6714 متر در منطقه خودمختار تبت در چین واقع شده و دولت چین به خاطر احترام به عقاید مذهبی صعود به این کوه رو اکیداً ممنوع کرده. بر اساس متون مقدس هندو و بودا، اگر کسی به دور این کوه مقدس بچرخه، گناهاش پاک میشه. طبق ادعای بومیان این منطقه، کوه کایلاش مرکز ثقل جهان هستیه و نردبانی به سوی بهشت ابدیه. البته نکته دارک ماجرا هم اینجاست که به عقیده دانشمندا و مطالعاتشون قله این کوه مرکز گیتیه. حالا شما بگی، شما به باورهاشون اعتقاد داری؟ برای دیدن مستندهای بیشتر شما را دعوت به دیدن از پیج میکنیم.